امروز صبح دوباره یک صبحی رو شروع میکنیم برای پیدا کردن سنگ‌های قیمتی. دوستان عزیز، در این کوی فرسایشی که میبینید باید سنگ‌های خوبی بتونیم امروز به امیدی خدا پیدا کنیم. خب دوستان عزیز، در اینجا که مشاهده میکنید رگه های مختلفی از کورو میبینید. باید جلوتر بریم. خب دوستان، چیزی پیدا کردم، میدونم این شجر روکشه چیه. توجه کنید. بله، ادامه میدیم تا به جایی که بتونیم یه رگه خوب پیدا کنیم. دوستان، اگر این شغل رو یاد بگیرید مطمئنا شغل خوبی و پردرآمدی. و دوست عزیزم آقای محمد اینجا میبینیدش که جلوتر از من در حال حرکت و ما هم داریم این رگه ها رو بررسی میکنیم تا به رگه اصلی برسیم.